خب امشب با من همراه باشید. داریم با بچه‌ها میریم کافه رستوران فورنو. سوشی نایت دارن امشب و از امشب داخل منوشون سوشی ها رو اضافه میکنن. قرار کلی مدل‌های مختلف سوشی رو با هم دیگه تست کنیم و نظرمون رو بگیم. با من همراه باشید. اینم ای پوینت ایشالله ویدیو بعدی هم ای پوینت. اسمش هم میده. توی چی میگن؟ توی پنینی؟ نه یه میگن سیب زمینی و بزنن تو چیز بخوره. چیه؟ دیپ سس این برگری باز شده. شیک. آره تو شیک. نه به کنار سایدش به عنوان نوشیدنی شیک میده. سبک امریکن توره. و بزنیم توش بخوریم. آره اینم ای پوینت. میگم ای پوینت فورنو. چه شلوغی. بله. دیشتری دیری ماشالله. دیشتری دیری ماشالله. مرسی سلام. مرسی سلام. سلام خوبی؟ سلام سعید جون مبارک بشه. سوشی نایت و آری قربونت برم. بچم سلامتی همه چی هر چهارشنبه. حتما ما امروز هم خودمون همینجوری میدونستیم اومد. دمت گرم قربونت برم. مخلص. سلام خوبی؟ سلامی هستن خوبی؟ دست نمیدم. بچه واسابیا برای ولکام بهمون آیستی دادن. من روزا خواهم یادم آیستی گازدار مزه پاستیل داره. مزه آناناس میده. نه؟ چای سرد خالی نیست. آیستی سرد با سودا هست. با آیستی گفت یه مزه استوایی داره. هلو و آناناس و پشن فروت و روش نوشته From Classic to Creative Experience Sushi Night at Forno. نشون بده. وای خیلی خوشمزه. ساندویچ لابستر جدید پاتاته. انشالله که همین شکلی در انشالله. تو سوشی دوست داری؟ آره خیلی. چرا زبونم لکنت گرفت؟ اوکی. برای این هفته لاین دیگه هم برای فروش داریم. برای کالیفرنیا ما میتونیم در خدمتتون باشیم و برای تست. خب من هم تستا رو میخوام داشته باشم لطفاً هم کالیفرنیا رول هم سفارش کنم. حتما من یه لحظه با کالیفرنیا سلام خوبی؟ مخلصم. اجازه بدید من یه باشه بگو اگه بود اوکیه اگه نه ما در حد تست هم داشته باشیم. آره شما کجا نشستیم؟ ما اون سر چرا اینا رنگیه؟ فرق کنه؟ هر چی دوست داری بکن. نمیدونم اصلا چیه. این سفیده هرچیه. چطور بود؟ واسابی رو تست کنم. ببین برای سوشی خوردم من همیشه واسابی رو میذارم روی سوشی. البته توی سرکه هم میشه حلش کنی. بعد با چاپستیک کوچولو بیبی چاپستیکه بگیرم جاتایی بارو رو دستم. خب چنگالی بخور. آره فرو میکنیم. نمیشه واقعا. نمیشه. اینجوری میریم یه دیپ داخل سوی ساس و برو که رفتیم. خوب بود. به نظرم اول چیز باید چاپستیک بذارم. که حس و حالت بیاد. مثلا نمیشه سوشی رو بدون چاپستیک. مال من بخوام نظرمو بدم یه برنج شفته شده بینمک انگار یه گلوله
گذاشتم تو دهن. خب این چون مونده شده بود، سوشی باید تازه رول بشه، برش بخوره و سرو بشه. همون موقع درست شه. شاید مثلا یه ساعت پیش الان آره. آها، یه نکته بامزه میخواستم بگم، اینکه میدونید چرا سوشی برش میخوره و این شکلی سرو میشه؟ اینو یه دوست عزیز ما داریم، صبا رحمانی، صاحب مجموعه کاوایی، که یکی از خفن‌ترین و اصیل‌ترین و صحیح‌ترین سوشی‌های شیراز رو داره. میگفتش که ژاپنی‌ها یه عقیده دارن که لقمه رو نباید گاز بزنی و کلا بیاد بیرون. اگه دقت کنید تمام غذاشون حتی یه آیتمی هم دارن، اسمشو نمیدونم، داخل کاهو میپیچن میخورن، حتی اینقدر میشه ولی کامل لقمه رو میخورن و چیزی از دهن نمیاد. این آداب و رسوم حالا سوشی و غذاهای ژاپنی و کره آسیای شرق. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. ما اومدیم کافه رستوران فورنو و تست سوشیمون رو انجام بدیم. اتفاقی که افتاد چون که سرواشون و مهموناشون زیاد بود، مجبور شده بودن که سوشی رو از قبل برش بدن و یکم خشک شده بود. امتیازی که تو تست دادیم واقعا 5-6 میشد، ولی خب تست بود. حالا هفته بعد میام هم خلوت‌تر و مجدد سفارش میدیم، ان شاءالله موفق بشن. دمشون گرم. کارهای خفن و ایونت‌های خفن همیشه جواب میده. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.